ایده های خوب با طوفان مغزی شروع میشن. ایده های عالی با خوردن قهوه. یک فنجان قهوه مهمان من باش. سلام بعد از چند روز که نیستیم تونستم امروز یه ویدیو بگیرم. اینقدر که بودو داریم و اینقدر اینجا آلودگی و افواج از هوا نمیکنم اصلا چی بگم براتون. حالا بعدا از هوا هم براتون میگم که چقدر این هوا اصلا احساس و سردرد و اصلا یه حالت چیزسلی با آدم میده. در اصلا امیدوارم که اینا هم درست شه. باز گفتن یادی که بگیرم با هم یه صحبت کنیم دوباره خدمتتون. فعلا تا من یه فیلم میگیرم، حالا داریم میگیریم اومدیم یه قهوه خوردیم تا بعد میام. اومدم بیرون گفتم این هوا رو بهتون نشون میدم یه ذره اگر مشخص باشه. اصلا هیچ ابر تو آسمون نیست، چون همش آلودگی. واقعا کسی حالا ما پرسگاه ماسک میزنن و اصلا کلا همه خب دیگه خودتون هم دارید خیلی واقعا این وضعیت بده. دعا میکنم که این هر چیز زودتر شرایط اوکی بشه به امید خدا. الان امروز دنبال یه سری کارا بودیم اون تایم رو بتونم یه ویدیو بگیرم و امیدوار بودم بتونم یه سری جای خوب برم و خب میگم ولی خب با این هوا اصلا زیاد نمیشه از خونه بیرون اومد. تازه سردرد اصلا سنگین آدم به زورم میتونی بزن از خونه بیرون. در سر این شرایط فعلا برم به بقیه کارا برسم تا سریای بعد دیگه اینم که از این آلودگی. واقعا هوای کثیفی. این حجم آلودگی که مشخصه، برای همین هم دیگه کسی زیاد توی خیابون نیست، اکثرا خونه هستن. یه فایده ای نداره خونه هم که بشه، باز بالاخره این آلودگی یه جوری راه پیدا. در صورت امیدواریم که این شرایط اوکی شه برای من. ولی چقدر برای من تجدید خاطرات شد، چقدر خوشحالم باز مملکت خودم شرایطش هم اوکی شه. آدم وقتی میاد تازه تجدید خاطرات میکنه تو اینجا و تو اونجا این داستانا. من میگم یه مقدار استرس توی جواب داستانا. این عکسی به من جمع کرده و من از شغلم عاشق میشه عکسان الان بهتون نشون میدم. بعد جالبه ایام قدیم مربوط من این عکس مال سال نیست که 1330 خورده هست. واقعا آدم میره توی ایام گذشته. پیتزا داوود بعد از چند سال
بریم داخل. وقتی چرا مگه تغییر کرده؟ او قمرنگا رو تفاش کردن چورتگه تصفیه خیلی زنگوله ها زنگوله دیگه نمیزنن زنگوله رو نشون بدن زنگوله همیشه آقا داوود این زنگوله رو بزن. بله اینم که کالباسای معروفش قبل از آماده شدن پیتزا و با کلی آویشن و اینم پیتزای مخصوصش و چقدر هم خوشمزه و عالی بود. واقعا جاتون خالی. مرسی ممنون. قسمتم سب کنید میتونم این سمت یه ذره دولتر میدونم که فوق‌العاده فقط هوا کثیفه دیگه اینجا رو فقط محض خاطرات ایامی که داشتیم من بگیرم ثبت کنم. خداحافظ. چارسو این سمت هم نشون بدم چارسو اینم خدا حافظ علادی اینم باقالی لبو برکت باشه براتون. آب انارم اینجا میگیرن اینجا هم که مرکز خرید سرای جمهوری امیر اکرم چقدر پیشرفته شده اینجا پیش برده پیشرفت کرده چقدر مستماعی کردی اینجا رولان بود این گوشه خیلی خوب به خاطر مسئله امنیتی باید سریع اینم از کار کنم. دوستان ممنون که تا اینجا همراه بودید و لایک و کامنت و سابسکرایب میکنید.